سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. رضا انکیت هستم و امروز میخوایم که طرح معروف داتورک چشی رو انجام بدیم و اینکه خواستم یه ورکشاپ کوتاه و خفن بهتون تقدیم کنم. خب اونجایی که میبینید بچه ها این طرح ما داتورک هست و اینکه حالا ما اینو کلا با یه سوزن انجام میدیم. سوزن داتورک همیشه کار داتورک ما از اونجایی که میدونید همش با RL انجام میشه و اینکه حالا هر چقدر که شما اون حالا گرید سوزنتون کمتر باشه، خب طبیعتا نقطه‌هایی که به شما میده داتورکی که به شما میده یه مقدار نازکتر و ظریفتر هست و هر چقدر که شماره سوزن شما بیشتر باشه یا کمتر باشه اون ضخامت نقطه‌هایی که شما دارید توی کار انجام میدید رو کمتر میکنه. خب اینجا وسایلی که داریم چیه؟ من اینجا دارم از مایع استنسیل استفاده میکنم، خب ولی پیشنهاد نمیکنم که شما دوستان عزیز از مایع استنسیل استفاده کنید، چون که مایع استنسیل یه مقدار هم هزینه بر هست، همین که برای تمرین به صرفه نیست و پیشنهادی که من همیشه دارم و به کارآموزام میگم اینه که سعی کنید از مام صابونی استفاده کنید بچه‌ها. مام صابونی خیلی بهتر جواب میده و روی پوست مصنوعی هم ارزان‌تر و به صرفه تر هست، همین که برای تمرینتون راحته. رنگی که ما داریم اینجا استفاده میکنیم رنگ اترنال هست بچه‌ها، ولی حالا چون که حالا من این رنگ رو موجود داشتم، میتونید شما از رنگ‌های ارزون هم استفاده کنید. حالا رنگ اترنال شاید حالا مخصوصا اون دوستایی که حالا تمرین میخوان انجام بدن رنگ اترنال فکر میکنم حالا چیز خوبی براتون نباشه، مقدار هزینه بر هست براتون و پیشنهادم به اینه که حالا رنگ‌های چینی بازار رو تهیه کنید که بتونید باهاش تمرین کنید روی پوست مصنوعی. بله و میریم که داشته باشیم ادامه کارمون. خب بچه ها همونجوری که دارید میبینید ما طرحمون رو آوردیم روی پوست مصنوعی و الان من میخوام اون رو روی پوست مصنوعی بچسبونمش. بچه ها تاکیدی که دارم اینه که به هیچ عنوان دست نکشید روی طرحتون، حالا چه روی بدن چه روی پوست مصنوعی. چرا؟ چون که اون لرزش کوچیک دست باعث میشه که شما اون شابونی که میخواد انجام بدید باعث بشه یا بالا پایین بشه، حالا حتی یه موقعی هست که شما حتی حس هم نمی‌کنید خب این بالا پایینی رو. و پیشنهادم به اینه که دست نکشید، فقط دستمال رو به این صورت بذارید و دوباره بردارید، دوباره بذارید و همین روال رو تکرار کنید، حالا نسبت به بزرگ کوچیک ترتون. حالا دوستای عزیزم اونایی که شروع کارتون هست، حالا چون همیشه اینو کارآموزان مشکل دارن، یه وقتا کار کردن روی پوست مصنوعی بچه‌ها بذارید خشک بشه، حالا عجله نکنید روی زدنش. حالا میتونید از سشوار استفاده کنید یا اینکه میتونید بذارید یک ساعت بمونه روی پوست و حالا اون خشک بشه و شروع به انجام کارتون کنید. خب اونجا که میبینید حالا ما اونجا این پوستمون رو برمیداریم آروم. بله خب و اینکه اینو تاکید دارم من به شما بچه‌ها که قبل از استفاده خوب رنگتون رو حل بزنید که میکس بشه کامل خوبی رو توی رنگتون و باعث بشه که اون کیفیتی که قرار باشه به شما بده رو بدونم. این عادتهای کوچیک رو بچه ها از الان شروع کنید به انجامش که بشه واسه تون عادت که فردا اگر تبدیل شده به آرتیست حرفه‌ای این عادت ها رو همیشه داشته باشید و بتونید حالا از این طریق یه قانون کاری برای خودتون داشته باشید همیشه.
بریم که داشته باشیم شروع کارمون. اون کارآموزای عزیزم که میکسر ندارن بچه‌ها میکسر رو تهیه کنید، خیلی بهتره. حالا میتونید از سایت‌های چینی تیمو و علی بابا استفاده کنید یا اینکه از سایت همون آمازون خرید کنید، ولی حتما سعی کنید میکسر رو تهیه کنید که کار کردن حالا اون میکس رنگی که دارید استفاده میکنید براتون راحت‌تر باشه. و اینکه اگر ندارید هم بچه‌ها با سوزن میتونید استفاده کنید، یا حالا با سوزن یا خلال دندون ترتون رو میکس کنید. بله، سوزن RL گرید 10، RL 7 گرید 10 میریم که داشته باشیم کارمون شروع کنیم بچه‌ها. همونجا که من همیشه تاکید دارم بچه‌ها، طرحتون رو دست نزنید تا زمانی که اون خطگیری اولیه رو شما انجام بدید به شما هم سعی کنید طرح رو دست نزنید. اون سرعت دستگاهمون رو بچه‌ها یه مقدار میبریم بالا. حالا اونایی که اون دوستایی که دستگاهشون استروکشون قابل تنظیمه، استروک دستگاه رو میبریم روی اون 4.2. بله، شروع کنیم کارمون رو. حتی زمانی که دارید استفاده میکنید کارو تأکید میکنم فقط و فقط به صورت تپ شروع کنید به کار کردن. بچه همونجایی که میبینید کاملا با حوصله و کاملا حرفه‌ای شما مسلط بر کارتون انجام میدید و دقیقا مثل تصویر، یه چشتون رو به تصویر باشه، یه چشتون رو به پوست مصنوعیتون. و اینکه بچه ها خیلی
با اعتماد به نفس شروع کنید به گذاشتن نقطه‌ها که علامت گذاری بشه. عجله توی پاک کردن طرحتون نداشته باشید. بچه‌ها تاکید میکنم اینو، اون دوستایی که حالا با من میخوان شروع کنم و به انجام کارشون، عجله نکنید که نکه طرحتون خراب نشه باشه. میذارید و بردارید. خوب دقت کنید با حرکت دست ما بچه‌ها. کاملا با حوصله و کاملا حرفه‌ای شما کارتون رو انجام میدید. اون علامت گذاری طرحتون رو انجام میدید. میبینید بچه ها، من اصلا دستمال نمیکشم و فقط به صورت ضربه‌ای دارم اون پوستم رو چرب میکنم. بچه ها این عادت پوست چرب کردن از الان داشته باشید، چون که باعث میشه که پوستتون آماده رنگگیری بشه و اون مشتریتون درد کمتری رو بخواد تحمل کنه. بچه‌ها و اینکه اینم بهتون بگم بچه‌ها که زمانی که شما دارید استفاده میکنید اون دستگاه رو شما به این حالت باید نگه دارید، خب که زمانی که شما دارید کارتون رو انجام میدید به حالت تقریبا 90 درجه تا 180 درجه به بالا، یعنی 90 به بالا باشه که اون زمانی که نقطه‌هایی که دارید دات‌پروب دارید کار میکنید اون کیفیت خودش رو حفظ کنه و نقطه‌هاتون پهن نشه بچه‌ها. خب به این نقطه دقت کنید، چون که اینا به مرور زمان باعث میشه که اون کارتون، کیفیت کارتون افت کنه. بچه‌ها به شیب دستگاه من دقت بکنید که من شیب دستگاه رو به چه حالتی گرفتم. خب الان میریم سراغ اون قسمت بالای طرحمون. بچه‌ها تأکید اینو همیشه دارم که شما باید زیر دستتون دستمال باشه که
وقتی که دارید کارتون رو انجام میدید حالا باعث بشه که اون یکی دستتون مستقیم به پوست برخورد نکنه، هیچ وقت برخورد نشته باشه. دومی که اون کیفیت حرفه‌ای بودن خودتون رو حفظ کنید. بله این هم از علامت گذاری طرح ما و طرح ما رو پاک میکنیم بچه ها. خب بچه های عزیز، دوستای عزیزم، طرح رو پاک کردیم. میریم که داشته باشیم اون یواش یواش به اون طرحمون اون بود دلخواهمون رو بدیم. بچه‌ها نکته‌ای که باید توی دات فورک رعایت کنید اینه که دات فورک فرمول داره مثل بقیه طرح تتو. شما هر چقدر که فاصله نقطه‌هایی که میزنید به هم نزدیکتر باشه، اون قسمتی که میخواید تیره تر میشه. هر چقدر اون فاصله‌ای که شما بین اون نقطه ها انجام میدید دورتر باشه، اون قسمتی که شما میخواید روشن‌تر میشه. پس بچه ها این فرمول همیشه داشته باشید. یه چیز خیلی مختصر و کوتاه و یه فرمولیه که همیشه به کارتون میاد. این توی ذهنتون باشه. هر چقدر که فاصله بین نقطه‌هایی که شما اجرا میکنید به هم دیگه این تشابه رو داشته باشه، اون نتیجه‌ای که میخواید به شما میده. پس مبنا به یه فرمول برید جلو بچه. اون مقدار ولتاژ دستگاه میارم پایین تر که این وسط قسمت بیرونی خطا به صورت خطی باشه.
چون میبینید این قسمت من دارم به صورت کاملا محو انجام میدم که با ولتاژ دستگاه و فشار دست مناسب من دارم این قسمت رو محو میکنم که اون خط کم تراکم منو داشته باشه. خب میریم سراغ جای بعد، قسمت بعدی کارمون. همچنان من دارم اون خطگیری های دور کار رو انجام میدم بچه‌ها. این بچه ها کاملا کنترل شده دارم میرم جلو. بچه حالا من دارم این رو با چیز رنگ 100% دارم انجام میدم، 100% بلک، ولی شما حالا چون که من فشار دستم دارم کنترل شده میبرم جلو، ولی پیشنهادی که به شما دارم اینه که این کار رو انجام ندید و اون ترکیب رنگایی که توی کلاس ها بهتون یاد دادم اون رو انجام بدید. حالا ترکیب رنگ 50% یا 30% اون رو انجام بدید که اون خطتون به صورت محو باقی بمونه باشه. خب من همچنان دارم از اون تکنیک خطای کم تراکم دارم استفاده میکنم بچه ها. این نکته حواستون باشه که آهسته کار کردن شما نشون دهنده اینه که شما به کارتون مسلط هستید. نیازی به عجله کردن نیست، شما دارید در کمال آرامش کارتون رو انجام میدید و از کارتون لذت میبرید. انجام تتو بچه ها از دید من عشقی که شما دارید به یه تر میدید، به یه سبک میدید، به اون بدن اون مشتریتون میدید یا حتی اون پوست مصنوعی. شما دارید با عشق کار میکنید که کاری رو تحویل بدید که توش عشق باشه.
نکته حواستون باشه بچه‌ها که مثلا عجله نکنید. کاملا متمرکز. بله خب اینجا ما تقریبا کارمون فعلا داره تموم میشه بچه‌ها. با اون خطای کم تراکم خب ما میریم که داشته باشیم اون قسمت داتفروک کارمونو. من ولتاژ دستگاه رو بچه‌ها دوباره برمیگردونم به بالا. حالا دستگاه من روی ولتاژ 11 کار میکنم چون که استروک دستگاه هم برم بالاتر 11 شما دوسته عزیزم روی استروک های حالا بسته به دستگاهتون داره که اونم میتونید حالا به من پیام بدید، عکس دستگاهتون رو بفرستید. عکس دستگاهتون رو ببینم بهتون میگم که شما چه استروکی و چه سرعتی نیاز دارید. خب اونجا که دارید میبینید بچه‌ها من دارم اینجا اون قسمت آخر کاری رو مقدار تیره تر میکنیم. حالا میایم به سمت بالا. این قسمت کارمون کاملا تیره است بچه‌ها. بچه نقطه هایی که رعایت میکنه اینه که حتما حواستون باشه نقطه ها روی سر هم دیگه قرار نگیره که تبدیل به خط بشه. این نقطه رو خیلی حواستون باشه بچه.
بچه نکته که من توی کارآموزان بهش دقت کردم اینه که اون دوستایی که اول راهشون هست یه مقداری توی شکل گرفتن کار عجله دارن. ببین من این مثال بهتون بزنم، تتو زدن مثل یه ساختمونه که شما زمانی که دارید ساختمون رو میسازید هر چقدر که جزئیات رو بیشتر انجام میدید کارتون زیباتر میشه. به قول خودمون میگن هر چقدر ریزکاری ها رو شما بیشتر انجام میدید اون زیبایی کارتون و جذابیت کارتون به مراتب بیشتر و بیشتر به چشم میخوره. این نکته حواستون باشه بچه‌ها، وقتی که با حوصله به کارتون نگاه کنید و به کارتون با حوصله و با عشق جلو ببرید، این باعث میشه که یواش یواش متوجه میشه که بله من کارم داره شکل میگیره و منتظر تموم شدن کارتون نیستید. چرا؟ چون که شما بعضی از دوستان هستن که دوست دارن که فقط زودتر کار رو انجام بدن و تموم بشه، که من مثلا حالا یواش یواش مثلا حالا اون تأمین‌ها رو بیشتر کنن و برن سراغ انجام دادن طرح‌ها و سبک‌ها و شکل‌های دیگه. شما این نکته رعایت کنید که همیشه برای انجام طرح تتوتون شما هر طرحی، کوچکترین طرح، بزرگترین طرح، هر چیزی که باشه شما نیاز به حوصله دارید. شما برای حوصله‌تون رو به قول گفتنی همیشه حفظ کنید که آدم با حوصله باشید و با ذهن آروم شروع به کار کنید بچه‌ها.
بچه ها این دقت کنه، من پرده به پرده ترنم بردم بالاتر کنتراستش رو که اون کنتراست اصلی تر من حفظ بشه. بچه ها به این نکته خیلی رعایت کنید، خیلی دقت بکنید به این نکته. بچه ها اون کنتراست تر شما باید همیشه پرده پرده بره بالا. اون شکلمون یواش یواش دیگه داره بود خودش رو میگیره. اگه دقت کنید اینید که اون زیبایی کارمون خودشو داره یواش یواش نشون میده. اصلا من دارم اینجا با ولتاژ بالاتر این کار انجام میدم. حالا شما این کار نکنید، شما سعی کنید مثلا ولتاژ همون دات شیدینگ اون کارتون رو ببرید جلو و اون خط نقطه‌ای که هست رو انجام بدید. حالا چون که من یه مقدار دارم با شیب دستگاه بازی میکنم و این باعث میشه که اون دات شیدینگ رو هنوز به من حفظ بکنه و به من بده. شما این ریسک رو نکنید و اون کار انجام ندید. شما میبینید من اینجا دارم یواش یواش ترام میبرم بالاتر و یه مقدار اون ولتاژ دستگاه میبرم پایین‌تر که چون که من دوست دارم اون حالت خطی خودش هم حفظ کنه، در اون حالتی که خطی داره اونم حفظ بشه و این کارم رو خوشگلی خودش رو داشته باشه، خوشگلی خاص خودش رو داشته باشه. چون بچه ها کار شما امضای شماست. این نکته خیلی حواستون باشه. خب ما میریم ولتاژ دستگاه رو میاریم پایین تر. بچه ها حالا این قسمت خیلی مهمتره. خب این قسمت مهم کارمونه. من ولتاژ دستگاه برم پایین، یه مقدار سوزن‌ها میبینم بالاتر اون عمقی که هست و شروع میکنم به دات شیدینگ و حالا نسبت به اون جایی که نیاز داره توی تر
که حالا اون کارآموز عزیزم اونا رو بهشون آموزش دادیم یا قراره بهشون آموزش بدیم. همیشه به جزئیات طرحتون دقت کنید، همیشه که اون کوچکترین جزئیات ها به ما یه کلیات خاص خودشون میدن. اصلا حواستون باشه. پیشنهاد میکنم دات شیدینگ رو اول خوب تمرین کنید که دستتون به صورت کنترل شده پیش ببرید، بعد شروع کنید به انجام زدن طرحتون بچه ها. بریم که رشته شیمی تمیزکاری کنیم و برگردیم. خب بچه ها طرحمون رو تمیز کردیم و برمیگردیم به ادامه کارمون. خب سوزن آرسمون رو برمیداریم بچه ها. آرس گرید 7 رو میتونید استفاده کنید، گرید 9 هم میتونید استفاده کنید. ولتاژ دستگاه رو میبریم بالا و شروع میکنیم به مرحله پر کردن. بچه ها اونجا که میدونید محل پر کردن ما به صورت دورانی است. حالا شما یک کارآموز من باشید، من یه سری تکنیکایی به شما آموزش میدم که این تکنیکا کمک میکنه که شما درد کمتری رو به مشتری حین پر کردن بدید، چون که تکنیک پر کردن یکی از دردناکترین قسمت‌های تتو حساب میشه بچه‌ها، که با یه سری تکنیک‌های خاص و تجربی که اگر استفاده کنید توی این حرکت، این باعث میشه که درد مشتری کمتر بشه. وقتی درد مشتری کمتر بشه خب طبیعتاً کار شما راحت‌تره برای انجام کار. بعد
همونجوری که میبینید ما هم داریم خطگیری میکنیم، همزمان داریم پر میکنیم بچه‌ها. خیلی با حوصله و با دقت. بله، حالا اینجا قسمت چشم رو میخوام بزنیم بچه‌ها. به صورت دورانه خیلی با حوصله و آروم. از اینو دقت داشته باشید که بچه‌ها ترتون رو چرب کنید که بازم میگم که تبدیل بشه به یه عادت این چرب کردن شما. و زمانی که دارید شما پوستتون رو روی پوست طبیعی هم کار میکنید، این یه مقدار تأثیر خودش رو داشته باشه. همونجوری که میبینید بچه‌ها من دارم به صورت دورانی ترمو پر میکنم و برم جلو. بچه‌ها حواستون به این مطلب باشه که تکرار مکرر شما روی پوست بیش از اندازه باعث زخم شدن پوست میشه. این نکته رو حواستون باشه بچه‌ها، رعایت کنید. خب ولتاژ از کار میبرم پایین تر بچه‌ها که یه دات شیدینگ هم توی قسمت چشممون انجام بدیم. ما دیگه سعی بر این داریم که به ترمون بود بدیم یواش یواش. اینجا ما کنتراست ترمون و کنتراستش رو داریم میبریم بالا.
بچه‌ها زمانی که شما دارید از دات ورک استفاده میکنید یا دات شیدینگ، به دقت داشته باشید که باید زود به زود کارتریج رنگتون رو شارژ کنید، چون که یه مقدار این تکنیک پرمصرف هستن برای کارتریج رنگ. که این کار شما باید به این نکته دقت کنید که سوزن خالی رو روی تر مشتریتون نکشید بچه‌ها، چون همین کار باعث میشه که مشتری شما دستش آسیب ببینه و زخم بشه. به این نکته حواستون باشه بچه‌ها. و همونجوری که میبینید ترمون دیگه رو به اتمام تقریبا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ترمون، آموزش ما مفید بوده باشه براتون بچه‌ها و کمکی کرده باشه توی پیشرفت شما دوستای عزیزم. آرزوی سلامتی براتون دارم هر جا که هستید. امیدوارم که تونسته باشم امروز درس خوب خفن به شما دوست عزیزم داده باشم و منتظر آموزش بعدیمون باشیم. تقدیم میکنم به هنرآموزا و کارآموزای عزیزم. موفق باشید.